نام خدا. موضوع صحبت ما امروز باشگاه سوارکاری عقاب. باشگاه سوارکاری عقاب یکی از معدود باشگاه‌هایی هستش که در واقع در تهرانه، در شهر تهران، به آدرس میدان آزادی، میدان فتح، ابتدای اتوبان فتح، نرسیده به پل شیرپاستوریزه، داخل پایگاه یکم شهید لشکری. لازم به ذکر من یه تاریخچه کوتاهی از این باشگاه خدمتتون عرض کنم. باشگاه در سال 1390 توسط نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به صورت زیربنایی ساخته شد و این باشگاه چندین سال در رهن و اجاره افراد مختلفی بود و تقریبا الان 3 یا 4 ساله که بنده در این باشگاه مشغول به فعالیت هستم. باشگاه سوارکاری عقاب مثل سایر باشگاه‌ها خب از یک فضای استاندارد برخورداره. باشگاه سوارکاری عقاب در حقیقت دارای 50 تا باکس هستش که باکس ها همه طوری طراحی شده که آفتابگیره و از نور کافی برخورداره و اسب‌ها قابلیت اینو دارن که به راحتی از داخل باکس بیرون محوطه باشگاه رو ببینن. به همین خاطر برای موضوعاتی مثل افسردگی اسب‌ها و تیک اسب‌ها این باشگاه بسیار باشگاه مفیدیه. چرا؟ چون اسب‌ها در داخل سوله یا مکان سرپوشیده نیستن و از هوای آزاد برخوردارن و کاملا میتونن بیرون رو ببینن و از نور آفتاب و هوای سالم در حقیقت برخوردار باشن. فضاهای سوارکاری در در این باشگاه به صورت استاندارد طراحی شده که شامل مانژ بزرگ هستش که برای مسابقات طراحی شده که ابعادش 60x70 و مانژ تمرین هستش که ابعاد 40x60 است و مانژ بیضی برای آموزش سوارکارهای مبتدی و همچنین مانژ لونج برای کارهای آموزش و تربیت اسب استفاده میشه. داخل باشگاه هم از یک فضای نسبتاً سرسبز، آرام و دلنشینی برخوردار هست که دوستانی که تشریف میارن میتونن از فضای باشگاه به عنوان یک تفرجگاه هم در حقیقت برخوردار باشن. این باشگاه همچنین مجهز به 2 عدد سولار، مانژهای ماسه که هر روز به خود مانژها رسیدگی میشه و بافت بسیار نرمی داره، برای کارهای حرفه‌ای استفاده میشه. مزیت‌های این باشگاه از جمله میشه به دسترسی آسان این باشگاه در نظر گرفت. این باشگاه در وسط تهران واقع شده و دوستان به راحتی میتونن تشریف بیارن و خود باشگاه هم با توجه به که در یک محیط امن واقع شده بسیار امنه برای خانواده. این باشگاه معمولاً به یک باشگاه خانوادگی معروف هستش. در این باشگاه کلاً از بیس تمام رشته‌های سوارکاری در این باشگاه تدریس میشه، از جمله درساژ، ولتینگ، کمانگیری روی اسب و پرش. تخصص ما در این باشگاه پرش هستش و اسب‌ها برای این منظور تربیت شدن، ولی خب رشته‌های دیگر را هم با توجه به مربیان به نامی که داریم در سطح ایران در این باشگاه تدریس میشه. لازم به ذکره که در این باشگاه از مربیان مجرب و کادر بسیار بسیار حرفه‌ای استفاده میشه، مربیانی که همه مدارکشون رو از فدراسیون اخذ کردن و صاحب نام هستن در سراسر ایران و مربیان بسیار حرفه‌ای، کارآزموده، با اخلاق و کار به صورت حرفه‌ای انجام میشه. از جمله نژادهای اسب‌هایی که در این باشگاه نگهداری میشه نژاد KWPN هستش، از نژادهای خارجی نژاد هانوور هستش، تراکنر هستش و نژادهایی مثل هولشتاین و عرض کنم خدمت شما نژادهای داخلی هم که نژادهای ترکمن و
دخون و تعداد معدودی هم اسب‌های کرد و عرب در این باشگاه موجوده. کلاس‌های آموزشی با اسب‌های امن و بسیار آرام انجام میشه و مهمترین چیز در امر آموزش هم برای ما امنیت دوستان هستش که بتونن به راحتی و با خیال راحت بتونن ارتباطشون رو با اسب و این رشته بگیرن و وارد این رشته بشن. در این باشگاه از جمله کارهای آموزش از مبتدی تا حرفه‌ای در این باشگاه صورت میپذیره و دوستان میتونن تشریف بیارن اینجا و با اسب‌های حرفه‌ای آموزش خودشون رو ادامه بدن و در سطح عالی سوارکاری بتونن سوارکاری بکنن. دوستانی که تشریف میارن اینجا که از مبتدی تا حرفه‌ای آموزش میبینن، بعد از اینکه کلاسشون یا سطح سوارکاریشون به یک حد قابل قبول و نرمالی میرسه، ما با اینا کارهای حرفه‌ای و پرش رو کار میکنیم و این دوستان با اسب‌های حرفه‌ای وارد مسابقات پرش میشن. افتخار ما اینه که در سال گذشته حداقل 7 مسابقه داخلی داشتیم که با اتفاق دوستان در باشگاه انجام شده. یک انگیزه و یک به اصطلاح هیجان خاصی در باشگاه برای دوستان انگیزه ایجاد شد که دوستان بتونن این رشته رو سطح حرفه‌ای ادامه بدن و همچنین دوستانی که به سطح حرفه‌ای و اون امتیاز مورد قبول رو کسب کردن، اینا رو برای مسابقات رسمی‌تر در جوامع سوارکاری ما معرفی کردیم و دوستان رو برای این مسابقات آماده کردیم و دوستان هم توی این رده‌ها کاملا موفق عمل کردن. توی سال گذشته تقریباً 30 تا رویداد پرش رو بچه‌های ما شرکت کردن و خیلی موفق بودن توی به اصطلاح کارشون و در سال جاری هم همینطور مرتباً ما هر هفته در مسابقاتی که رویدادهای پرشی که در باشگاه‌های مختلف انجام میشه شرکت میکنیم و دوستانی که سطح سوارکاریشون به این سطحی رسیده که بتونن در این مسابقات شرکت بکنن رو معرفی میکنیم و در این مسابقات شرکت میکنن. امکاناتی که در باشگاه سوارکاری عقاب واقع هست، ما باشگاه مجهز به اسپش هست و دوستانی که برای جابجایی اسب‌هاشون میتونن از این امکان استفاده بکنن. کافی شاپ واقع در مجموعه به صورت صبح و عصر در خدمت دوستان هست و دوستان میتونن استفاده بکنن از محیط کافی شاپ. این مجموعه با بهترین کادر دامپزشکی قرارداد داره و دوستان هر زمانی از شبانه روز اگر مشکلی برای اسب‌ها پیش بیاد بلافاصله رسیدگی میشه و خدمات دامپزشکی رو دریافت میکنه و همچنین استفاده از کادر مجرب از مهترهایی که به صورت تخصصی و کاملا ایرانی در اختیار مالکین محترم و اسب‌ها هستند و خدمات رو به مالکین و اسب‌ها ارائه میدن. این باشگاه آکادمی سوارکاری زرست واقع در باشگاه سوارکاری عقاب مفتخر بوده که بتونه در کنار فدراسیون سوارکاری مدارکی رو خدمت دوستان ارائه بکنه. این مدارک شامل سوارکاری مبتدی، سوارکاری پیشرفته هستش که زیر نظر سازمان فنی حرفه‌ای کشور و زیر نظر دانشگاه فنی سوارکاری فدراسیون جمهوری اسلامی ایران صادر میشه. مدارک کاملا معتبر هست. دوستانی که تمایل دارن که در کنار سوارکاریشون مدارک هم داشته باشن، این باشگاه تنها باشگاهیه که میتونه این مدارک رو به صورت رسمی به این دوستان اعطا کنه. این باشگاه در حقیقت تنها باشگاهی هست که در سراسر ایران دوستانی که برای آزمون‌های سوارکاری معرفی میشن اینجا و ما در خدمت دوستان هستیم، آزمون‌هاشون رو به عمل میاریم در این باشگاه و بعد مدارکشون رو تقدیم میکنیم و با افتخار وارد شهرستان‌ها و استان‌های خودشون میشن و این رشته رو در اونجا میتونن بسط بدن و فعالیت بکنن و هم به عنوان یک بیزینس و هم به عنوان بسط و گسترش ورزش سوارکاری در شهرستان‌ها و استان‌های همجوار و استان‌های جنوبی کشور این ورزش رو میتونن اونجا ادامه بدن و آموزش بدن که مابقی دوستانم از این موهبت برخوردار باشن.